این داستان خانواده‌ای ارزش‌آفرین و پایدار است. ویم لامرز در سال 1923 شرکتی رو تأسیس میکنه که در نهایت تبدیل میشود به LC Packaging. فروش رنگ و تولید انواع گونی از اولین تلاش‌های وی در این زمینه بوده است. در گذر زمان تولیدی او در شهر آمستردام رشد بیشتری کرد و اعضای بیشتری از این خانواده به این کسب و کار پیوستند. مشارکت‌های جدیدی شکل گرفت و محصولات جدید با نوآوری بیشتر روانه بازار شدند و در سال 1981 زمان آن رسید که دل به دریا بزنند که باعث شد اولین دفتر خود را در آن سوی آبها افتتاح کنند، یعنی کشور انگلستان. در سالهای بعد و گسترش کسب و کار FIBC به مجموعه اضافه شد، محصولی کارآمد در بسته‌بندی مواد جامد و پودری. در ادامه با تولد صنایع کاغذ، ورق و سینگل تولید به قدری افزایش یافت که دیگر پاسخگوی مشتریان نبودند. خط تولیدی در کشور بلژیک، مجارستان و بنگلادش تأسیس شد و FIBC در آنجاها افتتاح شد. تطبیق دادن کمپانی با استانداردهای اروپا سخت بود. استانداردهای سلامت و ایمنی کارگران شکل دیگری به کارکنان این شهر بخشیده بود. و بعد از آن در آفریقای جنوبی چند خط تولید ورق چند لایه یا کوریگریتد راه اندازی شد. پایداری همیشگی در صنایع بسته‌بندی در ریشه های این شرکت قرار داشته است. پس از 100 سال هرگز روح این شرکت تغییر نکرده است. آنها میگویند بدون اینها هرگز به این نقطه عطف نمی‌رسیدیم. شرکا و همکاران فداکار، اینکه مشتریان ما هنوز به ما معتقد هستند و شریک قابل اعتماد و وفادار، ارائه راه حل‌های بسته‌بندی، انبارداری و امکانات تولید در سراسر جهان و در آخر شعار آنها این است: 100 سال تجربه به ما نگاه می‌کند، پیش به سوی 100 سال آینده. این بود داستان یک ارزش آفرین. من کیوانم، ممنون که تماشا کردید. دفعه بعدی که محصولی رو خریداری می‌کنید به بسته‌بندی اون بیشتر دقت کنید.